سلام بچه‌ها جون، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. یه سری نکات جالب و عجیب در مورد رفتار و حرکات جنین انسان کشف شده به تازگی که امروز میخوایم در موردشون صحبت کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. نوزاد انسان با یک سیستم کامل حسی که شامل بینایی و بویایی و شنوایی و چشایی میشه به دنیا میاد. درسته که اغلب تایم جنینیشو به خواب میگذرونه و زیاد درکی از محیط اطرافش نداره، اما زمان تولد این حسایی که وجود داره، این سیستم دستگاه حسی کامل شده و باعث میشه جنین هم درک از بدن خودش داشته باشه، هم درک از محیط اطراف و همین هستش که باعث احساس دلبستگی و وابستگی اون به مادر میشه. حالا بریم با هم بررسی کنیم ببینیم که این حسای عجیب و غریبی که تازگی کشف شده چیا هستن و چه زمانی بروز پیدا میکنن. گیرنده های عصبی جنین از هفته 8 بارداری شروع به تشکیل شدن میکنه و باعث میشه که جنین بتونه حس لامسه رو درک بکنه و یه درکی از خودش و محیط بیرونش داشته باشه. و این گیرنده ها تا جایی پیشرفت میکنه که توی هفته 13 بارداری جنین با انگشتای خودش بازی میکنه، اونا رو به هم میکشه و لمسشون میکنه و میتونه شست دست خودش رو توی دهانش قرار بده. البته هنوز حس و حالا شکل مکیدن ایجاد نشده که طی هفته‌های بعدش این کار رو هم جنین توی شکم مادر انجام میده که انگشت شست خودش رو میمکه. حالا از هفته 16 یا همون 4 ماهگی جنین این حرکات یکم پیشرفته‌تر میشن و شکل ارادی به خودشون میگیرن تا حدی که جنین میتونه پاهای خودش رو، زانوهاش رو خم و راست بکنه، لگد بزنه به شکم مادر و اینکه دست خودش رو به اطراف بکشه، بند ناف خودش رو لمس بکنه و زمانهایی که بیدار هست گفته میشه که بیش از 50 بار حرکت میکنه. حتی صورتش تغییر میکنه و لب خودش رو تکون میده و ماهیچه های تمامی بدنش قابلیت این رو دارن که به شکل ارادی تغییر حالت بدن. حالا این رفتارها کجا شکل جالب و بامزه به خودشون میگیرن؟ اونجایی که جنین شروع میکنه به لیس زدن شکم مادر از داخل، یا شروع میکنه به راه رفتن اطراف شکم مادر، یا سعی میکنه جنین بدوه توی شکم مادر. یکی از چیزهای جالبی که کشف شده در همین باره این هستش که زمانی که مادر میخنده یا محیط اطراف مادر شاد هستش، جنین توی شکم مادر شروع به بالا پایین پریدن و یه جورایی میشه گفت خوشحالی کردن میکنه. پس این باعث میشه که ما حواسمون رو خیلی جمع کنیم که توی دوران بارداری چه رفتارهایی رو از خودمون نشون میدیم. یه نکته جالبی که همینجا به نظرم رسید بهتون بگم اینه که توی بارداری دوم سوم به بعد جنین حرکات بیشتری رو از خودش نشون میده. علتش هم اینجوری کشف شده که بند ناف طولش توی بارداری‌های بعدی بیشتر میشه و حتی شکم مادر هم کشش بیشتری داره، بنابراین جنین دستش بازتره برای اینکه حرکات بیشتری انجام بده و اینجور بچه‌ها وقتی به دنیا هم میان بچه‌های پر جنب و جوش‌تری هستن. اگر تا الان دقت کرده باشین به نوزادایی که تازه متولد شدن متوجه شدید حتما که توی خواب خیلی وقتا صورتشون رو خم و راست میکنن، میخندن یا یه حالت گریه به خودشون میگیرن که خیلی ها میگن داره خواب میبینه. این کاملا درست و علمی هستش. جنین حتی توی شکم مادر هم زمانی که خواب میبینه و یک نکته جالبی که وجود داره این هستش که خوابهایی که مادر میبینه و حالت روحی مادر روی خوابهایی که کودک میبینه تاثیر میذاره. در مورد حس شنوایی هم به این صورت هستش که از 18 هفتگی جنین میتونه صداهای داخل بدن مادر رو بشنوه که این صداها شامل صدای جویدن غذا توسط مادر، صدای ضربان قلب مادر و صداهای دیگه‌ای که حالا توی بدن میپیچه هستش. و اما از 27 هفته تا 29 هفته به بعد جنین شروع میکنه به شنیدن صداهای اطراف مادر خودش. توی آزمایش‌هایی که انجام شده متوجه شدن که جنین به صداهایی که از زبان مادری خودش میشنوه واکنش بیشتری نشون میده.
صداهایی که موسیقیایی هستن تون خاصی دارن و بالا پایین شدنشون با ریتم همراه باشه به جنین آرامش میده و اونا متوجهش بیشتر میشن و همچنین صحبت‌های والدینشون رو هم بهتر و بیشتر از بقیه صداها میشناسن و بهش گوش میدن. چشم‌های جنین انسان در 6 هفتگی شروع به تشکیل شدن میکنن که اون زمان شبیه به برآمدگی‌هایی هستن که از نورون‌های مغز تشکیل شده. 1 ماه بعدش پلک انسان هم تشکیل میشه. اما تا 6 ماهگی چشمای جنین بسته میمونه و قابلیت دیدن رو نداره. از 31 هفتگی جنین انسان چشماش باز میشه و شروع میکنه به واکنش نشون دادن نسبت به نورهایی که بهش تابونده میشه. مثلا اگر چراغ قوه رو روی شکم مادر تکون بدیم ممکنه جنین اون لحظه اگر بیدار باشه حرکت بکنه و واکنش نشون بده و بعد از اون هم جنین انسان میتونه اجسام بزرگ رو تشخیص بده. حس بویایی جنین انسان هم از 8 هفتگی شروع به تشکیل شدن میکنه و اونا میتونن بوی مایع آمیونی که اطرافشون قرار داره رو تشخیص بدن. به همین دلیل هستش که بعد از تولد هم فرق مادرشون رو با فرق دیگر افراد تشخیص میدن، چون عادت کردن به بوی رحم مادرشون، بوی بدن مادرشون. اگر که باردار هستید برام توی کامنت ها بنویسید که شما چند هفته هستین و الان جنینتون طبق صحبت های من چه قابلیت هایی رو داره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.